در شهر دوشنبه مرحله نهایی مسابقه جمهوری اوید با شهامت برای دریافت جام پیشروی ملت به انجام رسید. پس از نتیجهگیری 7 دور مسابقه غالبان معین شده با جایزه‌های تأسیس داده کمیته تدارکات قدردانی گردیدند. اولین مسابقه شهامت برای دریافت جام پیشروی ملت تاریخی شد. در عموم حدود 1 میلیون نفر دوستداران شهامت با آن جلب گردیدند که در تاریخ مملکت باری اول میباشد. مرحله نهایی این مسابقه جمهوری که طول چند روز است در شهر دوشنبه برگزار گردید به نقطه نهایی خود رسید. در رسمی جنبش این مسابقه مذکور مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، رهبری کمیته کار با جوانان و ورزش و دیگر نمایندگان ساختارهای مربوطه شرکت ورزیدند. در جمعیت ذکر شد که شهامت بازی شوق‌آور روی میزی بوده به صفت بازی ذهن‌ها معمول میباشد. سال‌های اخیر توجه به بازی شهامت زیاد گردیده جوانان نورسان و کلانسالان به این نمود ورزش میل زیاد پیدا نمودند. دوام 5 روز این مسابقه بهترین ورزشگران کشور رو چهره‌های نوی ورزش کشور رو در 3 سین سال معین نمود که ما میتوانیم آینده آنها رو به دسته یکچین جمهوری تاجیکستان وارد نماییم تا شرف و ناموس ورزش کشور رو در عرصه بین المللی حفظ کنند. در مسابقه 8 دسته، 2 دسته از دوشنبه، خاتلون، شهر و نواحی توبه مرکز و 1 دسته از ولایت‌های سوخت و بدخشان شرکت ورزیدند و تذکر داد که مسابقه مذکور با هدایت و تشبث پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان باری اول دایر می‌گردد. اشتراکیان مسابقه تا 5 اکتبر در 7 دور بازی کرده غالبان انفرادی و دسته‌ای امروز معین گردیدند. یک مدت معین تحلیل میکنیم نتیجه این مسابقه رو یک خلاصه میبریم و از بین اونهایی که نشاندادهای خوب نشان دادن دسته منتخب هم بین نورسان، هم بین جوانان، هم بین بانوان و مردان رو ترتیب میدهیم. همین طریق بعد از نتیجه گیری 7 دور نهایی این مسابقات دسته دوشنبه 1 با کسب 34 خال جای اول، دسته ولایت سوخت با کسب 33 خال مقام دوم و دوشنبه 2 با به دست آوردن 28 از 5 خال جای سه‌ام افتخاری را کسب کردند. مسابقه در با 4 مرحله گذشت و من با دستگیری کمیته توانستم از همه مرحله‌اش بگذرم و به آخرین آزمونش مرحله 4 که دستوی میباشد ما سزاوار جای اول گشتیم. از همه رقیب سخت‌ترینمان این از سوخت میباشد، شهر سوخت که با او مساوی کردیم و سزاوار جای اول گشتیم. Впервые в республике проводятся соревнования такого масштаба. Участвовало, наверное, больше миллиона людей. Абсолютно все возраста. До 14, до 20 лет, до 30 и свыше 30. Девушки, юноши, мужчины, женщины, все участвовали. Видно, что в Таджикистане очень любят шахматы. Наверное, это интеллект нации. Поэтому республика цветет, продвигается вперед. مویه افتخار است که امروز نورسان توجیک در این نمود ورزش ذهنی در عرصه بین المللی شرف ورزشی مملکت را حفظ کرده به دستاوردهای بی‌نظیر نائل می‌گردند. ورزشکار نورس جمهوری صبرینا ابرور و در چند مسابقه با نفوذ سطحی بین المللی که میان 80 دولت جهان برگزار گردیده بود غالب شده صاحب مدال طلا گردیده است که دلایل از رشد و پیشرفت این نمود ورزش در کشور می‌دهد.